باشین، خوش باشید و در امروز نه روزی پر امید دلایشون پر امید باشه. ما سمیه منجی همکار من زیاگل حسنی است. امروز در این برنامه شرکت کرده و درخواست آقای گزاری یک شعر هزارگی آورده. دلشون میخوانی و امید که دلشون بیشه. تا بکی گویه کنی چکرا کنی، تا بکی گویه کنی چکرا کنی، تا بکی از خالق کوتاه کنی. آربلو سرجم شده ما کم شدیم، آربلو سرجم شده ما کم شدیم. راه و چای زندگی پیدا کنی، راه و چای زندگی پیدا کنی. تاریخ مو پر سماق است بخوانی، تاریخ مو پر سماق است بخوانی، پر از ناله و داغ است